آسان خدمت همونطور که از نامش پیداست یک اداره را به سطح عام کشور که همه مردم زندگی بسیار راحت و آرام از لحاظ اجرای اسناد معتبرشان، اسناد بهادار کشور، در این سیستم کسایی که ضرورت داشته باشند در یک مرکز مراجعه میکنن و از او مرکز اسناد خود به دست میارن. جناب ما رئیس جمهور زمینی را هم در ارتباط در اختیاری اداره قرار داده. از آن جایی که ما او سیستم دیدم اصلا پوینت های منفی در او سیستم دیده نمیشه و به منافع ملی ما است. هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشه. اگر ما بگوییم این افغانستان است و ممکن نیست، خب نمیشه دیگه. و ما در تطبیق او پروژه که در بخش پاسپورت و تذکره و لیسانس و جواسیر و امثال هم تطبیق شود، مفادش به حدی است که اول برای مردم یک آسانتی است، یعنی یک راه حل و آسان برای مردم افغانستان است که متقاضی از او طبیعتا مردم افغانستان است. دوم، از بین بردن فساد اداری است. ما میخواهیم که اینمی سیستم پاسپورت توسط ماشین و بسیار برقاسا و بسیار زود و سریع انجام شود و یک هموطن ما باید در ظرف 2 الی 3 روز یک جل پاسپورت خود به دست بیاره. و از طرف دیگه جلوگیری از ضیاع وقت است. نه وقت کارمند ضایع میشه، نه وقت مشتری ضایع میشه. از طرف دیگر یک مرکز بانک معلوماتی است برای مردم افغانستان و به دولت جمهوری اسلامی افغانستان که ما میتونیم دیتای مردم افغانستان را در یک مرکز حفظ و نگهداری بکنیم. ما تطبیقی پروژه را 100% مطمئن هستم با پشت کاری که ما داشته باشیم، با ایمان و وجدان و اعتماد به نفس خود که ما داشته باشیم، انشالله این سیستم قابلیت تطبیق داره و هیچ راهی وجود نداره که ما این را تطبیق نکنیم. و وسیله امی آسان خدمت سیستم پاسپورت تنظیم میکنیم و با وسیله امی آسان خدمت بایومتریک تنظیم میکنیم و چطور امکان نداره که او مردم وعده کردن که ما برای شما این امی سیستم با تمام امو جزئیاتی که داره در کشورتان تطبیق میکنیم که تا شما بتونین از این استفاده کنین و مردمتان در یک شرایط صلح و آرامش از اسناد دستداشته خود اطمینان داشته باشه و به دست بیاره. وقتی که من سیستم آذربایجان دیدم، من فکر میکنم که ما در قرن 15 قرار داریم در توزیع پاسپورت و ما خود فریب میدیم و هنوز ما در او حد نرسیدیم. باید گذار کنیم از سیستم ریدیبل یا ماشین خوان به سیستم کامپیوتری و به سیستم الکترونیکی و این سیستم الکترونیکی یا حکومت الکترونیکی بدون آسان خدمت ما فکر میکنم که ناممکن خواهد بود. همکاری با پروژه آسان خدمت حاضر هستیم که منافع ملی ما در او مطرح است. هر کسی دیگه هم نخواهد، ما او پروژه را 100% از کامیابش میکنیم و 100% از ما او را عملی میکنیم و کسی که نمیخواه ما خودش نمیخوایم. این سیستم 100% موفق شدنی است و ما با مردم افغانستان وعده میتیم که در راستای پاسپورت و همکاری با مردم عزیز افغانستان از طریق آسان خدمت که مردم ما بعد از 1 سال آینده خواهد دیدن که ما سیستم پاسپورت چگونه تغییر دادیم و چگونه تبدیل شدیم به یک سیستم بسیار خوب، منظم و مترقی که البته اگر ما سیستم پروژه آسان خدمت در اداره پاسپورت، تذکره، لیسانس، جواسیر و سایر ادارات دیگه که در رئیس پروژه دخیل هستند ما تطبیق بکنیم، انشالله به توکل خدا، با یاری پروردگار، با بازوای توانای مردم عزیز و کارمندای عزیز ما که در اداره پاسپورت موجود است، با همکاری کارمندای عزیز آسان خدمت و
تیم آیتی شما و با همکاری دوستای آذربایجانی ما این سیستم در افغانستان تطبیق کردنی هستیم و تطبیق میکنیم و حاصلش هم حتما میگیریم. پیش از اینکه ما از این دنیا بریم ما حاصل از او را گرفتنی هستیم. اصلا اگر در یک نقطه بگویم، بعد از تطبیق پروژه آسان خدمت در بخش هایی که قبلا برای شما گفتم، قطعا مشکل مردم افغانستان حل میشه و مردم از با دولت نزدیک میشه، در شرطی که ما خدمات صادقانه را انجام بدیم و واقعا در خدمت مردم خود باشیم. آسان خدمت هیچ نوع مشکل نداره، سیستم ما آسان خدمت هیچ نوع مشکل نداره، به شرطی که ما او را به شکل اساسی درست تطبیق کنیم. 100% است که مردم به دولت ما نزدیک میشه. خب پیام ما در مجموع بر مردم افغانستان امی است، برای دوستا و عزیزای ما و کسایی که صدای ما را می لحظه میشنوه، که بین که به خاطر اعمار و آبادی وطن خود زحمت بکشیم، بین که در قسمت ترقی و پیشرفت افغانستان گام های مثبت بگذاریم و همچنان به عزیزایی که در بخش‌های دیگه که در بخش آسان خدمت وظیفه اجرا میکنن و همکار ما خواد بودن، انشالله ما بر از یا پیام می است که دست به دست بتیم به این که می پروژه را هر چی زودتر در صحنه عمل تطبیق کنیم. ما فعلا سر تفاهم نامه از این کار میکنیم که انشالله هر چی زودتر تفاهم نامه را امضا میکنیم و از در جمع از دوستایی که ما شاید فکر میکنم اشتباه بگویم، در جمع از دوستایی که در قسمت آسان خدمت دیدگاه دارن که باید تطبیق شود، اما یگانه کسی که شاید قدم اول، گام اول و قدم مثبت بگذاره او شخصا ما خواد بودم.